در این ویدیو میخوایم در مورد ترانزیستورها صحبت کنیم. ترانزیستورها یکی از مهمترین اختراعات قرن 20. به خاطر ترانزیستورها میتونیم مدارهای کنترل کننده بسیار سریع، بسیار کوچک و بسیار کارآمد با هزینه بسیار کم را بسازیم. رایانه ها و تلفن های امروزی شامل ریزپردازنده ها و آیسی هایی هستند که حاوی میلیاردها ترانزیستوره. ترانزیستور یک دستگاه حالت جامد با 3 ترمینال که میتونه 2 کار متفاوت رو واسه ما انجام بده، که میتونه به عنوان تقویت کننده یا سوئیچ کار کنه. دونه اصلی ترانزیستور وجود داره: اتصال 2 قطبی یا BGT و اثر میدانی که از اکسید فلز یا همون مثبت هستش. در آموزش ما روی BGT تمرکز میکنیم زیرا درک آن کمی ساده تر هستش. ترانزیستورهای اتصال 2 قطبی یا BGT به 2 گروه NPN و PNP تقسیم میشن و نمادهای مدار واسه NPN و PNP BGT رو در تصویر مشاهده میکنید. پایه های ترانزیستور شامل کلکتور، بیس و امیتر هستش. تنها تفاوت بین نماد NPN و PNP جهت عبور جریان هستش که با فلش روی تصویر نمایش داده شده. در ترانزیستورهای NPN یک لایه نیمه حادی نوع P بین 2 لایه نیمه حادی نوع N قرار داره. در ترانزیستورهای PNP یک لایه نیمه حادی نوع N بین 2 لایه نیمه حادی نوع P قرار گرفت. در ترانزیستورهای NPN جریان از سمت کلکتور به سمت امیتر حرکت میکنه و در ترانزیستورهای PNP جریان از امیتر به سمت کلکتور حرکت میکنه. ما از ترانزیستورها واسه 2 منظور به عنوان سوئیچ و تقویت کننده استفاده میکنیم. بیایید در مورد نحوه استفاده ترانزیستور به عنوان سوئیچ صحبت کنیم. سوئیچ وسیله هست که برای روشن و خاموش کردن بار استفاده میشه. همه ما با کلیدهای مکانیکی آشنا هستیم و میتونیم وضعیت سوئیچ رو تغییر بدیم و لامپ را در صورت نیاز روشن و خاموش کنیم. میتونیم از ترانزیستور واسه همون هدف استفاده کنیم. به جای جابجایی قطعات مکانیکی، ترانزیستور با استفاده از یک سیگنال الکتریکی روشن میشه. جابجایی بین پایه‌های کلکتور و امیتر انجام میشه و در شرایط عادی مقاومت بالایی بین پایه‌های کلکتور و امیتر وجود داره. واسه همین این ترانزیستور به عنوان کلید آف عمل میکنه، اما هنگامی که ولتاژ به 0.7 ولت برسه با اتصال پایه ترانزیستور NPN اعمال میشه. مقاومت بین پایه امیتر و پایه کلکتور صفر میشه و به عنوان سوئیچ روشن عمل میکنه. به همین ترتیب میتونیم با استفاده از سیگنال الکتریکی اعمال شده به ترمینال پایه عملکرد سوئیچ رو کنترل کنیم. برخلاف کلیدهای مکانیکی، ترانزیستورها حاوی قطعات متحرک نیستند. واسه همین ما به ترانزیستورها سوئیچ های حالت جامد هم میگیم. و از این رو ترانزیستورها دوام بیشتری دارن و میتونن فرکانس سوئیچ بسیار بالایی هم داشته باشن. در نظر بگیرید که یک سوئیچ مکانیکی رو 100 بار در ثانیه روشن خاموش کنیم. به نظر شما با چه سرعتی میتونه این سوئیچ مکانیکی چقدر دوام بیاره؟ در نتیجه این سوئیچ مکانیکی میترکه. اما ما میتونیم ترانزیستورها رو بیش از 1 میلیارد بار در ثانیه تغییر بدیم و مهمتر از اون ما میتونیم میلیاردها ترانزیستور رو در یک تراشه کوچیک قرار بدیم. یک مثال ساده از مدار سوئیچ ترانزیستور را در تصویر مشاهده میکنید. ما با استفاده از یک بیزر و یک سنسور باران ما میتونیم از 2 صفحه حادی جداگانه به عنوان سنسور باران استفاده کنیم و در شرایط خشک هیچ جریانی از اون طرف عبور نمیکنه چون که ولتاژ پایه مدارها صفره و در این صورت ترانزیستور در حالت خاموش قرار میگیره و بیزر صدایی نمیده. وقتی قطره آب به پد اسکر برخورد میکنه مرطوب میشه و آب اجازه میده جریان کمی از اون خارج بشه. این جریان ناچیز واسه افزایش پتانسیل ترمینال پایه به 0.7 ولت کافی خواهد بود. پس ترانزیستور اشباع شده و بیزر روشن میشه. هنگامی که یک ترانزیستور NPN به عنوان سوئیچ استفاده میشه، اگه پایه روی 0 ولت قرار بدیم به عنوان یک کلید آف عمل میکنه که در این حالت کلید ما در حالت خاموش قرار میگیره و اگه پایه را روی 0.7 ولت تنظیم کنیم به عنوان کلید روشن عمل میکنه و به این حالت اشباع گفته میشه. ما میتونیم از ترانزیستورها به عنوان تقویت کننده هم استفاده کنیم. برخی از قدرتمندترین کاربردهای ترانزیستور شامل تقویت کننده هست، تبدیل سیگنال کم مصرف به سیگنال با توان بالاتر. هنگامی که به عنوان تقویت کننده کار میکنه
سیگنال الکتریکی کوچکی را تقریباً بدون انرژی در یک ورودی میگیره و یک کپی بسیار بزرگ در انتهای خروجی دیگر تولید میکنه. به عبارت دیگر این نوعی تقویت کننده قدرت هست. تقویت کننده ها میتونن ولتاژ یا جریان سیگنال را افزایش دهند، گرفتن چیزی از محدوده میکروولت یا میکروآمپر و تبدیل آن به یک ترانزیستور با توان بالا و مفیدتر. تقویت کننده های ترانزیستوری در مواردی مانند سمک مفید هستند. صداهایی را از دنیای اطراف خود دریافت میکنن و آنها را به جریانهای الکتریکی نوسانی تبدیل میکنن. سیگنال ها به ترانزیستوری وارد میشن که آنها را تقویت میکنه و یک بلندگوی کوچیک رو روشن میکنه. بنابراین شما یک نسخه بلندتر از صداهای اطراف رو میشنوید.